همدان قدیم با این چیزی که الان می‌بینین و میشنفین خیلی توفیق داشت. ریش سفیدا و گیس سفیدا میدانن که مشی میگن. آخه زمانا به شب یلدا میگفتن شب چله. آخه زمستانم 2 چله داشت، چله بزرگ و چله کوچوک. چله بزرگ 40 روز بود که اول دیما شروع میشد و وقتش چله کوچوکه که 20 روز بود ایازه بهمن شروع میشد و تا آخر بهمن ادامه داشت. چله کوچوکه هوا انقدر سرد میشد که حوضا میترکید از سرما. ده براتان بگم که یه 4 روز آخر چله بزرگه و 4 روز اول چله کوچوکه 4 میگفتن که یه عالمه و یه خلوار برف میبارید. بعضی وقتا انقدر میان کوچا برف جمع میشد که از زیر برفا تونل میزدن و رفت و آمد میکردن. و به ستای پاییزم تا بعد عید کرسی میاشتن. دهانم مثل الانه نبود که همه جا گاز باشه. بساط زغال و خاکستر و آتیشگردان هر روزه به راه بود. یه علادینی هم میان خانه میاشتیم که یه ذره هوار چینی گرم کنه. قدیما میگفتن 10 روز بعد چله کوچوکه کوسه در میاد، یعنی یه چنین اوج زمستانه. و وقتش هم اسفند میشه که 10 روز اولش احمنه و 10 روز دومش بهمن. 9 روز آخرش هم آفتاب بهود میگفتن. و وقتا میگفتن احمن و بهمن برادرن و آفتاب بهودم خوارشان. اینجور میگفتن. و روزا که آب شیر و لوله کشینه بود، آب حوض یخ میزد. ننه و آقای خدا بیامرزون برامان تعریف میکردن، میگفتن 45 روز که از زمستان بره نفس دوزه میزنه، یعنی زمین گرم میشه و یخا از زیر آب میشن. 50 روز هم که گذشت نفس آشکار میزنه و یخار عرو هم آب میکنه. و قدیما میگفتن 6-7 روز اول اسفند هوا گرم میشه، ولی پیسرش اثر دوباره سرد میشه که به این سرماهه عجوج و مجوج میگفتن. برای شبای چله رم یک کله پاچه بار میاشتیم و اونایم که با هم قرار بودن میگفتن بیان و شام ورشان باشن که به او شامه میگفتن شام محبت. یادش بخیر. و شبا دور هم جمع میشدیم. بزرگا حافظ و شاهنامه میخواندن، مثل میگفتن انار و انجیل خشک و شادانه و نخود و میز و شانی و گردو و این چیزا رو میان یه مجمع بزرگی میاشتن سر کرسی و مخوردن. مور ریزانم بازی میکردیم. این داره که گفتم همه سنت‌های قدیم بود که خیلی هم قشنگ بود، ولی الان دیگه هیچی ازشان نیست. هیچکی ازشان یاد نمیکنه. یادش بخیر. قدیما چقدر دلا خوش بود. مثل این روزانه بود که وقتی هم دور هم جمع میشن از کوچوک گرفته تا بزرگ هم مثلشان میان این موبایل هست. هیچ اصلا حال همدیگر خبر ندارن. خدا رحمت کنه همه قدیمی‌ها رو. یادشان بخیر. ایشالله شما بمانین به سلام.